چی شد که روز ولنتاین شکل گرفت؟ تو قرن 3 میلادی تو روم باستان پادشاهی بود به اسم کلادیوس. کلادیوس فکر میکرد که سربازای مجرد سربازای جنگجوتر و دلاورتری هستند. به خاطر همین تصمیم گرفت که ازدواج رو تو سرزمین خودش ممنوع اعلام کنه. سنت ولنتاین یک کشیش مهربان بود که با این موضوع مخالفت شدید داشت و به صورت مخفیانه دخترها و پسرایی که عاشق هم بودن و به عقد هم در می آورد. امپراتور وقتی متوجه این موضوع شد ولنتاین رو به زندان انداخت. ولنتاین وقتی که زندان بود تو اون مدت عاشق دختر زندانبانش شده بود. امپراتور وقتی که فهمید ولنتاین عاشق شده دستور اعدام ولنتاین رو داد. ولنتاین در روز آخر زندگیش برای دختر زندانبان یه نامه نوشت و در آخرش نوشت از طرف ولنتاین تو و اینجوری شد که اولین کارت هدیه ولنتاین شکل گرفت.